سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسه 4 رو با کلی انرژی شروع می‌کنیم. امیدوارم جلسات قبلی رو عین آب خوردن متوجه شده باشید. همین ابتدای کار یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. کسایی میان سمت برنامه‌نویسی که انسان‌های باهوشی هستن یا میشه گفت برنامه‌نویس شدن تو خون این آدم هست. پس شمایی که توی جلسه 4 داری این ویدیو رو نگاه می‌کنی، یک لحظه بلند شو و به افتخار خودت رو تشویق کن. بله، ما لایق تشویق هستیم چون هر کسی نمیتونه برنامه نویس بشه. اما یکی تو دایرکت این اینستاگرام پرسیده بود که اگر من سی شارپ رو یاد بگیرم میتونم با برنامه‌هایی مثل پایتون یا جاوا هم کار کنم. پاسخش رو دادم، جالب بود از نظر خودم. گفتم شاید این سوال بعضی از شما هم باشه. اینجا هم قصد دارم جوابش رو بدم. ببینید، تقریبا ساختار زبان‌های برنامه‌نویسی 50-50. یعنی چی؟ شما هر زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید. مثلا سی شارپ. اگر سی شارپ رو یاد بگیرید، بعد برید سمت زبان‌های دیگه‌ای مثل سی پلاس پلاس یا جاوا یا پایتون. این زبان‌ها یه فرق‌هایی رو با زبان سی شارپ دارن قطعاً. اگر قرار بود فرقی نداشته باشن که نیازی نبود این همه زبان‌های مختلفی منتشر بشه، خلق بشه. ولی هر کدوم سینتکس و قاعده مختص خودشو داره. یه وقتایی شما برای برنامه مد نظرتون نمیتونید از هر زبانی استفاده کنید و برای اون برنامه مد نظرتون ناچارید یه زبان خاصی رو انتخاب کنید. چرا؟ چون هر کدوم کارهای خاص خودشونو دارن و فرق‌های این زبان‌ها با هم دیگه دارن. مثلا اگر شما خواستید برنامه‌ای بنویسید که نیاز به محیط گرافیکی داشته باشه، یعنی با برنامه‌تون یکی از اساس کارش محیط گرافیکی باشه، مسلما با زبان سی پلاس پلاس خیلی نمیتونید توی این پروژه‌تون موفق باشید. هرچند زبان سی پلاس پلاس یک زبان فوق‌العاده مهم و قدرتمندیه، ولی خب بعضی از برنامه‌نویس‌ها میان زبان برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس رو با زبان سی شارپ ترکیب میکنن. تلفیقی از اینها برنامه مد نظرشون رو ازش استخراج میکنن. زبان سی شارپ نسبت به زبان سی پلاس پلاس از لحاظ محیط گرافیکی خیلی قوی تره. ولی این که میگیم سینتکس و قاعده هر زبان برنامه‌نویسی مختلفه یعنی چی؟ مثلا برای اینکه با زبان سی شارپ برنامه‌نویسی کنید، باید یک سری کتابخانه‌هایی رو فراخوانی کنی یا فضاهای نام یا همون نیم اسپیس ها که بعدها تو جلسات بعدی بهش خواهیم رسید. اینا رو باید فراخوانی کنید، در صورتی که نیازی نیست مثلا تو زبانی مثل زبان پایتون چنین کاری رو انجام بدید. البته پایتون هم شرایط خاص خودش رو داره، اما خیلی از موارد در همه زبان‌های برنامه‌نویسی مشترکه. مثلا یادتونه در مورد مقداردهی صحبت کردیم. گفتم که اگر قصد دارید عدد 4 رو در متغیر مثلا A قرار بدید، از علامت مساوی یا انتصاب استفاده می‌کنید. این وضعیت تقریبا تو همه زبان‌های برنامه‌نویسی صدق می‌کنه. چرا میگم تقریبا؟ چون من واقعا اشراف ندارم به همه زبان‌های برنامه‌نویسی. منم بیشتر از 2-3 تا زبان برنامه‌نویسی کار نکردم، با بقیه‌شون کار نکردم بدونم مثلا اون به چه شکله. شاید اونا فرق بکنه، شاید اونا برای مقداردهی یه مقداری یا داده‌ای در داخل متغیری از یه علامت دیگه استفاده می‌کنم. من اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم. به خاطر اینه که میگم تقریبا. اما کلیت حرفم چیه؟ شما با آموزش زبان سی شارپ و یادگیری اون اگر خواستید زبان دیگه‌ای رو یاد بگیرید، لازمه که اون زبان‌ها رو هم از پایه یاد بگیرید. ولی چون موارد مشابهی دارن این زبان‌ها، سرعت یادگیریتون مسلما خیلی بیشتر از الانی که دارین اولین زبان برنامه‌نویسی عمرتون یاد میگیرید. امیدوارم خیلی ساده گفته باشم و شما هم خوب متوجه شده باشید. اما بریم سراغ جلسه 4 رو ببینیم توی این جلسه قراره چیکار کنیم. تو جلسه 3 با انواع داده‌ها آشنا شدیم و این داده‌هایی که توضیح دادیم بخشی از انواع داده‌هاست که گفته شد و بخش دیگه‌ای مثل آرایه‌ها یا انیوم‌ها و غیر ذالک در جلسات آتی آشنا میشید حتما باهاشون.
اما ما یه نوع داده‌ای داریم به نام داده‌های ثابت. فرقش با داده‌های قبلی چیه؟ اگر خاطرتون باشه گفتیم وقتی که متغیری رو تعریف میکنید هیچ وقت مقدار اون متغیر ثابت نیست و هر لحظه امکانش هست که تغییر کنه. یعنی چی؟ مثلا در متغیر name که از نوع داده استرینگه، عبارت یا اسم علی رو در این متغیر مقدار دهی میکنه. این کلمه علی تا زمانی در متغیر name باقی میمونه ما بخوایم مقدار جدیدی رو در این متغیر مقدار دهی کنیم. مثلا من اگر کلمه حسن رو بذارم داخل متغیر name، یه خبری از اون اسم یا کلمه علی دیگه نیست و جاشو به حسن داده، یا به قولی علی از حافظه پاک شده و نیستش. اما اگر همین متغیر رو از نوع ثابت تعریف کنیم که هیچ وقت کلمه علی پاک نخواهد شد. همچنین شما دیگه نمیتونید یا مجاز نیستید که چه کلمه حسن و چه هر کلمه یا عبارت دیگه رو در متغیر name قرار بدید و این متغیر به واسطه اینکه از نوع ثابت تعریف شده تغییر پذیر نیست. حالا چطوری متغیرها رو از نوع ثابت تعریف کنیم؟ این تعریف به 2 شرط بستگی داره. خوب دقت کنید. این شرط‌ها چی هستند؟ شرط شماره 1، شما طبق روال گذشته با هر نوع داده‌ای که دوست دارید، ببینید خیلی دارم آهسته میگم که ملکه ذهنتون میشه، یه بار دیگه عرض می‌کنم. شما طبق روال گذشته یا هر نوع داده‌ای که دوست دارین متغیرتون رو تعریف کنید، مثل استرینگ نیم یا اینت نامبر یا دابل ای یا بایت ایج. اما باید قبلش از کلمه کانست استفاده کنید و این کلمه است که به متغیر شما ماهیت ثابت بودن میده. اما شرط دوم چیه؟ شرط دوم میگه که شما باید به محض اینکه متغیری از نوع ثابت تعریف کردید اونو همزمان مقداردهی هم بکنید. این 2 شرط باید رعایت کنید. این 2 شرط رو باید رعایت کنید تا متغیرتون از نوع ثابت باشه. حالا دقت کنید. اگر متغیرتون رو مقداردهی کنید ولی کلمه کانست رو استفاده نکنید متغیر شما از نوع متغیرهای معمولی و تغییر پذیر خواهد بود. یا از کلمه کانست استفاده کنید ولی مقداردهی نکنید با خطای برنامه روبرو میشید. پس به این 2 نکته خیلی دقت کنید. وقتی وارد بحث عملی شدیم همه موارد و نکاتی که تا اینجا گفتیم و حتما مرور میکنیم تا بهتر متوجه شید. داخل کتاب زبان برنامه‌نویسی C# یه سری موارد و نکات مهمی اشاره کردیم، مثل برنامه چیه، الگوریتم یا فلوچارت. مطالعه این قسمت به عهده خودتون میذارم. اینجا ما وارد این بحث نمیشیم چون یه بحث عمومیه، ولی خب از نکات و بخش‌های خیلی مهمی هستش که باید همه برنامه‌نویسان، چه کسایی که با C# کار میکنن یا کسایی که با هر زبان برنامه‌نویسی دیگه‌ای کار خواهند کرد، امیدوارم به اون نقطه برسید، باید این نکات رو بلد باشید و بدونید الگوریتم چیه یا اصلا ساب الگوریتم چیه یا فلوچارت چیه، علائم نموداریشون چی هستن. اینا رو به عهده خودتون میذارم و به عنوان مطالعه آزاد در نظر میگیرم براتون. اما IDE چیه؟ IDE ها اصلا چی هستن؟ IDE ها در واقع محیط های ویرایشگری هستن که میان زبانهای برنامه نویسی رو پشتیبانی میکنن. ما اگه میخوایم تو محیط C# برنامه نویسی کنیم نمیایم کد C# رو نصب کنیم. یا حتی میتونم بگم C# یک برنامه نصبی نیست. پس چطوری میتونیم توی کامپیوتر و تو محیط C# کد بزنیم یا کتابخونه‌های C# رو فراخوانی کنیم؟ بالاخره باید یه جایی باشه که کدهای C# رو داخلش وارد کنیم دیگه. محیط‌های ویرایشگر یا همون IDE های زیادی برای این کار هست، ولی به معروفترین اونها میتونم به ویژوال استودیو، VS Code، رایدر یا مونودولوپ اشاره کنم. بقیه IDE های دیگر هم میتونید توی تصویر شما مشاهده کنید. شما با نصب هر کدوم از اینها میتونید کدهای C# رو تو اینها استفاده کنید. یکی از معروفترین و البته
محبوب ترین و هزار البته سنگین ترین آیدی که محصول خود شرکت مایکروسافته و همخوانی خیلی خوبی با زبان سی شارپ داره ویژوال استودیو. شما اگه بخواید خیلی حرفه‌ای و به صورت جدی سی شارپ رو دنبال کنید پیشنهاد میکنم ویژوال استودیو رو نصب کنید. البته بقیه آیدی ها خیلی تفاوت زیادی ندارن، اونها هم واقعا ویرایشگرای خیلی قوی هستن. من سعی میکنم توی این دوره آموزش سی شارپ رو تو محیط ویژوال استودیو بهتون آموزش بدم. اما برای نصب ویژوال استودیو باید قبل از هر چیز این آیدی رو دانلود کنید و چون محصول مایکروسافته پس وارد سایت مایکروسافت میشیم. اجازه بدید من وارد سایت مایکروسافت بشم. خودش اومدن اولش. از قسمت All Microsoft Windows Apps رو انتخاب میکنیم. چند لحظه فقط باید تأمل کنید که چون اینترنت هم این مقدار احساس میکنم سرعتش پایینه. حالا هر جا طولانی شد من سعی میکنم فیلم رو نگه دارم تا خیلی زمان فیلم اصطلاحاً طولانی نشه. حالا بالاخره لود شد. بعد از اینکه ما روی ویندوز اپس کلیک کردیم وارد همچین محیطی میشیم. تو قسمت سرچ اسم ویژوال استودیو رو برای راحتی کار سرچ میکنم. همین اولی رو انتخاب میکنیم. برای سرچ ما یه همچین برنامه و اپایی رو برامون لیست کرده. ما همین گزینه ویژوال استودیو کامیونیتی 2022 البته 2019 هم هست ولی ما آخرین نسخه و 2022 رو انتخاب میکنیم. دقت کنید اینجا فری هم زده، یعنی این برنامه این آیدی رایگانه. من روش کلیک میکنم، وارد این محیط میشیم. اینجا باید دکمه اینستال رو بزنید تا این برنامه به صورت خود، البته به اینترنت هم باید وصل بشید، به صورت خودکار براتون نصب میکنه. اما اگر 1% به اصطلاح مایکروسافت یا ویندوز اپ اینه مایکروسافت باز نشد میتونید از سایت های ایرانی مثل سافت 98 کمک بگیرید و این برنامه رو نصب کنید. اینجا هم میتونید تو قسمت سرچش ویژوال استودیو رو بنویسید براتون بیاره. این اولی که وی اس کده، این با اینم میتونید تو محیط این ویرایشگرم میتونید کدهای سی شارپتون رو وارد کنید. ولی منظور ما از ویژوال استودیو اینی که ببینید تقریبا اختلاف رنگی هم دارن و این آخرش اینجا چسبیده است اینجا چسبیده نیستش. ادامه مطلب رو اگر بزنید وارد این محیط میشید. این برنامه خیلی سنگینیه. البته زمان نصب از شما یه سری آیتم ها و چک لیست ها رو میخواد. میگه آقا چی میخوای من برات نصب کنم، کدوم پلتفرم ها رو میخوای برات نصب کنم. من چون خودم همه پلتفرم ها رو تیک زدم و تقریبا دارم ازشون استفاده میکنم، یه حجم خیلی زیادی رو برای من از اینترنت هم استفاده کرد. شما هم حتما از قبل اینکه بخواید این برنامه رو نصب کنید از حجم اینترنتتون مطمئن بشید، بعد این برنامه رو نصب کنید. شما اینجا از برنامه از سایت سافت 98 برنامه ویژوال استودیو رو دانلود میکنید، ولی در زمان نصب این برنامه بعد از اینکه دانلود کردید بازم شما به اینترنت باید کانکت بشید، چون یه سری از محتویات رو از خود سایت اصلی میگیره و روی سیستم شما نصب میکنه. این تا اینجا من چون خودم این برنامه رو عرض کردم دارم نصب نمیکنم، برای من نسخه 2019 شه. بعد از اینکه نصب کردید و برنامه رو ران کردید وارد یه همچین محیطی میشید. این محیط تو نسخه های 2019 و 2022 تفاوت خاصی اصلا تفاوتی نداره، اینجوری بگم بهتره. آیکونش هم این پایین میبینید دیگه به چه شکل ظاهر شده و شکل آیکونش به چه شکله. ولی خب همیشه شما سعی کنید آخرین نسخه رو روی سیستمتون داشته باشید.
اما این پنجره به دو قسمت تقسیم شده. در قسمت سمت چپ فایل هایی رو میبینید که قبلا ایجاد شده و یا ما حالا داخلش کد نویسی انجام دادیم یا بالاخره هیستوری این آیدی ویژوال استودیو رو شما رو نشون میده. در قسمت راست ما فعلا با گزینه Create New Project کار داریم. پس با انتخاب این گزینه وارد مرحله بعد میشیم. تو این قسمت باید یکی از پلتفرم هایی که برامون لیست شده رو انتخاب کنیم. با توجه به لیستی که اینجا هستش و موجوده و خودتون موقع نصب انتخاب کردید که چیا نصب بشه، این پلتفرم ها اینجا ظاهر میشن. موقع نصب عرض کردم من کلیه پلتفرم ها رو چون انتخاب کردم. تعداد گزینه های من شاید نسبت به گزینه های شما بیشتر باشه، ولی خب حجم اینترنت بیشتری هم مسلما نسبت به شما مصرف کردم. و الان ویژوال استودیویی که نصب کردم تقریبا همه زبان‌های برنامه‌نویسی که این آیدی پشتیبانی میکنه رو فکر میکنم 36 تا زبان برنامه‌نویسی رو پشتیبانی میکنه. اینجا برام لیست کرده. من سعی میکنم شماتیک مراحل نصب ویژوال استودیو رو زیر همین فیلم آموزشی هم براتون قرار بدم. اما برای کد نویسی تو محیط سی شارپ شما باید پلتفرم کنسول اپلیکیشن رو انتخاب کنید و بعد روی دکمه نکست کلیک کنید. تو این پنجره تو قسمت پروژکت نیم باید یه نام برای برنامه‌مون انتخاب کنیم. اینجا من برای مثال مثلا تست 1 رو وارد میکنم. در قسمت لوکیشن باید مسیری که قصد داریم برنامه‌مون یا فایلامون رو ذخیره کنیم یه مسیر براش انتخاب میکنیم. من فعلا به همین مسیر پیش‌فرض دست نمیزنم و همین رو انتخاب میکنم. فقط قبلش این مسیر رو کپی میکنم که توی حافظه کلیپ بوردم داشته باشم و بعد روی دکمه نکست کلیک میکنم. با این مرحله و این پنجره و این قسمت هم کاری ندارم. دکمه کریت رو انتخاب میکنم تا فایل من ایجاد بشه. خب بالاخره اجرا شد. من یه مقدار بزرگش میکنم. ببینید این محیط ویرایشگر یا آیدی ویژوال استودیو که از چندین قسمت و از چندین باکس ایجاد شده. یه نگاه اجمالی به این محیط ویرایشگر داشته باشید. نمیخوایم فعلا چیزی رو توضیح بدیم. توضیحاتمون میمونه برای جلسه بعد. ولی شما این محیط رو شما یه دقت بکنید، با دقت نگاه کنید. من این پنجره رو مینیمایز میکنم. ما تا الان تونستیم ویژوال استودیو رو نصب کنیم و یک فایل جدید از نوع سی شارپ هم بسازیم. یادتونه مسیر پیش‌فرض رو کپی کردم. بریم یه سری بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. من اون مسیر پیش‌فرض رو توی نوار آدرس پیست میکنم و دکمه اینتر رو میزنم. خب نامی که انتخاب کرده بودیم اینجاست. پوشه تست. پوشه تست رو باز میکنم. توی این پوشه یک فایل با پسوند SLN و یک پوشه دیگه به نام تست ایجاد شده. این پوشه رو هم باز میکنم. اینجا یه سری فایل و پوشه داریم که یکیش پروگرام CS program.cs. اگر خاطرتون باشه قبلا تو جلسات قبلی عرض کردم پسوند فایل های C#.cs دقیقا این چیزی که اینجا مشاهده میکنید و اینجا فایل اصلیمون همینه. من اگر اینجا ویژوال استودیو رو ببندم، ببینید الان من کلا بستم و روی این فایل اصلیمون که program.cs دابل کلیک کنم، ما مجدد وارد محیط ویرایشگر آیدی ویژوال استودیو میشیم و همون برنامه قبلی رو بهمون نشون میده. به نظرم این جلسه هم فعلا تا همینجا کافیه تا شما هم بتونید ویژوال استودیو رو نصب کنید تا گام به گام با من پیش بیاید. ما بعداً با این محیط ویژوال استودیو خیلی کار داریم. سعی میکنم قبلش محیط ویژوال استودیو رو بهتون توضیح بدم، نکته‌هاشو بگم خدمتتون، بعد وارد بحث برنامه نویسی بشیم. طبق اون قولی که داده بودم خدمتتون سعی کردم توی 1 الی 3 جلسه، حالا جلسه 4 هم ابتداش بحث تئوری داشت، بحث‌های تئوریمون رو جمع کردیم، حالا وارد بحث عملی شدیم. پس
تا جلسه بعد، خدا نگهدار.